سلام و وقت بخیر. رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به مزار شریف اوضاع امنیتی شمال کشور را ارزیابی کرد. ارگ میگوید محمد اشرف غنی با بزرگان دولتی و سیاسی در مورد بسیج مردمی نیز صحبت کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید تجهیز، تمویل و حمایت نیروهای افغان را دوام میدهد. وی همچنان افزوده است از فیصله‌اش در قبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پشیمان نیست، زیرا باور دارد که افغانها از کشورشان حفاظت کردن میتوانند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ولایت فرار را از طالبان پس گرفتند. پلیس فرار میگوید عملیات نیروهای افغان در نواحی شهر فرار جریان دارد. بانک انکشاف آسیایی با کانال ننگرهار به ارزش $592,000 آمریکایی وسایل زراعتی کمک کرد. در این وسایل 5 اراده واترپمپ‌های سیار آب، 2 اراده دمپترک، 1 اراده سکوتر، 1 اراده رولر و 1 اراده لودر شامل می‌باشد. و به جا شدگانش جنگ‌های اخیر در مساجد شهر کابل جابجا می‌شوند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری میگوید به وزیر حج و اوقاف راهنمایی شده تا درهای تمام مساجد را برای به جا شدگان باز کند.